دوستانی که افتادگی پلک دارن این ماساژ تخصصی رو حتما هر روز انجام بدید و دقیقاً طبق دستورالعمل و طبق ماساژی که این خانم داره روی صورتش میزنه دقیقاً به همین شکل انجام بدید. صورتتون رو فوق‌العاده لیفت میکنه و میکشه رو به بالا. تمام چین و شروع و افتادگی‌های پوستتون رو این ماساژ میتونه برطرف کنه. حتما وقتی میخواید این ماساژ رو انجام بدید پوست صورتتون باید چرب باشه. حالا یا با کرم 5 کاره بوتاکس طبیعی گاتیو این کار رو انجام بدید یا با روغنای طبیعی. فقط خودتون نگاه کنید دقیقاً طبق دستورالعملی که میگن، یعنی دستتون طبق همون روش و همون فرمی که دارن میکشن روی سطح صورتتون بکشید که نتایج فوق‌العاده‌اش رو ببینید. تفاوت استفاده روغن و کرم 5 کاره در این ماساژ در اینه که کرم 5 کاره پوستتون رو سفتم میکنه. پیج منم فالو کنید و این پست رو برای همه افرادی که افتادگی پلک دارن بفرستید که بهشون کمک کرده باشین. راستی اگر میخوای بدونی کرم 5 کاره بوتاکس چیه کافیه عدد 5 رو کامنت کنین.